کشورهای اسلامی هم نیرو داشته و قوت داشته و اینها یک دین و یک آیینی هستند. الاسلام ملت واحده و الکفر ملت واحده. اسلام یک ملت واحد است، یک مرز و بوم دارد و کفر هم یک ملت واحد هستند. پس آنها فکر میکردند که کشورهای اسلامی همیشه شاید خاموش باشه، اما هیچ وقت کشورهای اسلامی خاموش نمی باشه، چه به دعا چه به جهاد. اینها فتح و پیروزی از آن اسلام است و از آن پرچم سفید لا اله الا الله محمد رسول الله است. دوستای عزیز، خیلی ها تشکری و سپاسگزاری میکنیم الله منان را که این تو یک فتح و پیروزی را در فلسطین می آوره و خواهر و برادری را چی میکنه دوستای عزیز از چنگال ظلم و ظالم نجات میدهد. خیلی ها جوی سپاسگزاری است. همیشه دعا کنیم. دعا یک گنجی است که از این گنج باید ما شما خود دور نکنیم. همیشه دوستا و عزیزا باید همیشه دعا بکنیم. شاید بعضی مردم شاید فکر میکردن که دیگر هم الله متعال فلسطین را که قدر شب و روز ظلم میشه الله متعال آیا نجات میداده باشه؟ هر چیز، هر مکان، هر کار از خود یک وقت معین، یک فرمول معین و یک وقت معینی را میخواهد که الله متعال در او وقت بسیار فرصت میده. ظلم ظالم که در یک جای وقتی که مسلط میشه الله متعال برای ظالمین خیلی یک فرصت زیاد را برش میده که مگم از ظلم و از استبداد و از تکبر و از خودفروشی، مردم فروشی، وطن فروشی و که یک کشور را چرخم خراب بکنه، چرخم مسلمان ها را اسیر کنه و بکشه الله متعال خیلی فرصت میده و الله متعال باز یک جای و در یک وقت معین الله متعال میگیره.